اسلام مال و پول شدادگی یکان نفر پول و مال چنین خدیجه قربانی کردگی نیست. حتی سال که خدیجه و حمزه از دنیا گذشت اون سال رسول اکرم عام الحزن نامش کن، سال غم در شریعت غم نیست، هر چی بیامد از جانب الله هست، اما اون سال چی؟ سال غم باد. زنها را احترام کنید، زنها را دوست دارید، یک وقت و یگان عمل کردن. اگر والله ما موافقی شریعت زندگی کنیم کو شب و روز مگرم کار کنیم. زنهای ما و شما خیلی بیچاره ها نمیدونن شریعت هر چیزشون میگن خواب میگن خانه پدر بیا، پدر باید و در پوش سرش میزنن میروه. ما درس سیاسی میخواندیم در اسرائیل همین روزه یک سوال شد، یکی از علمای یهود سوال داد که برای چی دخترای سرین ازیا، دخترای مسلمان دین دارن، ایمان دارن، ایمان اسلام از ایمان انسان از دین خارج نمیکنه، سخت میخفه، نماز میخوانن. الله در قرآن میگه الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، انسان میخفه. چی با دخترای مسلمان حس با ایشان میشود، اما دخترای یهود و اروپا ده. همه سوال دادن، یکی از عالمای اسلام خست همه دون میشناسیمش، استاد احمدی دیدن، جواب عجایب داد. گفت که به خاطر که از زمان کودکیش دختری اروپایی را دوست میداره، پدرش برادرش دوستش میداره. در آلمان